سلام، من سهیل شاه طاهری هستم، مدرس و مشاور حوزه بازاریابی و فروش. میخوام راجع به یه موضوع مهم امروز باهاتون صحبت بکنم و اون موضوعی هست که میتونه یه شرکت رو به مرز ورشکستگی ببره. فروش. شرکت شما اگر فروش درستی رو تجربه نکنه و فروش خوبی نداشته باشه، احتمالاً با تعدیل نیرو و ورشکستگی اون شرکت همراه خواهد بود. یه نکته خیلی جالب راجع به علم فروش بهتون بگم. فروش دیگه مثل قدیم سنتی رفتار نمیشه باهاش. فروش امروزه علمی است و یه هنر حساب میشه. در گذشته بحث این بود که فروش یعنی فروشنده موفق و فروشنده خوب فروشنده‌ای هستش که بتونه یه یخ رو به اسکیمو بفروشه. اما علم روز این رو نمیگه. علم روز این رو میگه فروشنده موفق و هنرمند فروشنده‌ای هستش که بتونه تفنگ رو به اسکیمو بفروشه. احتمالاً میپرسین چرا؟ کسی که به اسکیمو یخ میفروشه احتمالاً یک بار میتونه به اون اسکیمو محصولش رو بفروشه. به دلیل اینکه اون اسکیمو متوجه میشه که اون یخ به دردش نمیخوره و احتمالاً فروشنده سرش رو کلاه گذاشته که بهش یخ فروخته. اما شما به اسکیمو تفنگ بفروش. با اون تفنگ به دنبال شکار خودش میره، برای خودش غذا تأمین میکنه و باعث رفع نیاز اون اسکیمو میشه. اینجاست که اون اسکیمو به فروشنده‌ای که بهش تفنگ فروخته اعتماد میکنه و احتمالاً هر محصول دیگه‌ای داشته باشه فروشنده میتونه به اون اسکیمو بفروشه. پس خواهش میکنم در ابتدا نیاز مشتریتون رو اندازه بگیرید. نیاز مشتریتون رو متوجه بشید. بفهمید چی میخواد و متناسب با نیازش، متناسب با رفع نیازش بهش محصولی رو معرفی بکنید که تا همیشه اون محصول به کارش میاد، تا به شما اعتماد بکنه و بتونید محصولات بیشتری رو بهش بفروشید. با من همراه باشین توی آموزش‌های بعدی. لطفاً پیج ما رو سابسکرایب بکنین و زنگوله رو روشن بکنین.